درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 2 ایون. دادگاه عالی تاجیکستان 14 عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. از جمله سید عمر حسینی و محمد علی حییت معاونان رئیس حزب به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه ظفر رحمانی عضو دیگری ریاست حزب نهضت را به 2 سال زندان و 11 نفر دیگر را از 14 تا به 28 سالی از آزادی محروم کرد. کجا برم دیگه؟ که یا عمره باید که پس پنجرش اینا فرزندای نابالغ دارن. این آدم ای هیچ کی نخوردودم در کسی افتگی نبود. ای خونی وقتی یگم چی افتگی نیستم. فهمیده؟ به دلیل این آدم یا عمره باید همین خودش نه حیاتش باید گذر همین. اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بعد آشوب خونین عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع در ماه سپتامبر سال گذشته دستگیر کردند. دادستانی گفت اعضای حزب در طرحریزی و هدایت این آشوب دست داشتند، اما همه این افراد اتهاماتی در تروریسم و آشوب دست داشتنشان را رد کردند. محیدین کبیری رئیس حزب که در خارج از تاجیکستان است میگوید ادعاهای مقامات انتظامی هیچ اساس ندارند. دادگاه عالی روسیه روز 2 ایون بررسی پرونده یک سازمان بزرگ مهاجیرانی تاجیکرو شروع کرد که وزارت عدلیه خواسته است فعالیتش ممنوع شود. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجیران کاری تاجیک به رادیو آزادی بعد از مرافعه گفت امیدوار است دادگاه تقاضا برای بستن این سازمان را عادلانه بررسی میکند و آنها به کارشان ادامه میدهند. وزارت عدلیه روسیه میگوید سازمان مهاجیران کاری تاجیک در روسیه مقررات آیین‌نامویش را رعایت نکرده است و رمزهای سازمان خطا دارند. کرامت شریپوف میگوید تقاضا برای قطع فعالیت سازمانش غرضمندانه است چون حمایت پیوسته آنها از حقوق مهاجران کاردهنده های روس را عصبانی کرده است. مهاجران کاری تاجیک در روسیه 48 شعبه داشته است. امروز در یک همایش به خاطر 60 سالگی پیوندی گلمورود زاده محقق تاجیک پیشنهاد شد که یکی از کوچه های دوشنبه به نام او گذاشته شود. در این همایش که با تشبث دانشگاه ملی و اتفاق روزنامه‌نگاران تاجیکستان برگزار شد، استادان دانشگاه، محققان رشته روزنامه‌نگاری درباره کار و زحمت‌های پیوندی گلمورود زاده صحبت کردند. پیوندی گلمورود زاده استاد فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی سال 2013 درگذشت. گلمورود زاده مؤلف زیاده از 110 مقاله‌های علمی برای خدمت‌هایش در رشد ادبیات و فرهنگ و ژورنالیستیک با جایزه‌های زیاد قدردانی شده است. سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان گفت عزم دارند در بازی با دسته بنگلادش پیروز بیایند و به مسابقات جام آسیا 2019 راه یابند. حکیم فضیلوف روز 1 ایون در یک نشست خبری در دوشنبه گفت بازی شام 2 ایون آسان نمی شود. من فکرم بازی خیلی دشوار می شود ولی ما نمی ترسیم. مهم آن است که بر رقیبمان احترامانه مناسبت کنیم. بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه صورت می‌گیرد و در صورت پیروزی به بنگلادش و به دست آوردن امتیازی بیشتر بعد از 2 بازی تاجیکستان حق شرکت در بازی‌های انتخابی جام آسیا در سال 2019 را پیدا می‌کند. این مسابقات در امارات متحده عربی برگزار می‌شوند. روز چهارشنبه در شویتسریا در یک مراسم با تنتنه عمیق‌ترین و طولانی‌ترین تونل روی عالم مورد بهره برداری قرار گرفت. 2 خطیرهای آهنی تونل گوتارد 57 کیلومتر و 100 متر طول دارند و در دوام 17 سال با خرج 23 میلیارد فرانک شویتزاری ساخته شدند. تونل زیر کوه آلپ همچون نمونه وحدت اروپا شمال این قاره را با جنوبش می‌پیوندد. قطار تیزگردی مسافربر می‌تواند در 17 دقیقه از این نقب بگذرد. به قول مهندسان از نقب گوتارد در یک شبانه روز می‌توانند 260 قطار بارکش و 65 قطار مسافربر عبور کنند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک و توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.